سلام گایز، چطورین؟ امروز اومدم با آنباکس یکی از خفن ترین های لاجیتک موس وایرلس پرو ایکس سوپر لایت که خیلی از پلیرهای معروف این موس رو دارن و اینکه مثل سیمپل شراود اینا این موس رو دارن و خیلی از تیمایی که تو تورنمنت ها شرکت میکنن که بعضیاشو لوگوهاشو روش زده مثل G2 ناوی و TSM اینا این موس رو دارم و خیلی موس خفن، یکی از بهترین موس های گیمینگ دنیا در حال حاضره که یکم از خصوصیاتش بهتون میگم و آنباکسش رو هم واسهتون میذارم. ببینید روی محصول یه سری خصوصیات ها نوشته که من اینا رو اول بهتون بگم. این موس یه تکنولوژی لایت اسپید داره که لایت اسپید یکی از قوی ترین ها تو وایرلسه که زیر 1 میلی ثانیه انتقال میده داده رو، که حتی از خیلی از موس‌های سیمین سریعتر این موس و این خیلی شگفت انگیزه تو تکنولوژی وایرلس. و دومین چیزی که داره سنسور قدرتمند هیروه که شما دقیقاً اون چیزی که با دستتون تکون میدید و توی سیستم واسهتون اجرا میکنه بدون ذره خطا، که این سنسور تا 25K DPI داره که خیلی خیلی خفنه و حالا تستشو هم واسهتون میذارم. بعد دومین چیزی که داره اینه که مثلا این موس قابلیت باتری که داره باتری لیتیومی و پلیمری ترکیبی داره که 70 ساعت این باتری واسهتون کار میکنه مفید، که یه خصوصیت باحالی هم که داره که من خودم هم خیلی تعجب کردم اینه که شما وقتی یه درپوش دومی داره این موس اونو میذارید روی پد موسای لاجیتک، وقتی شما همزمان کار میکنید اون موس هم شارژ میشه و این خیلی باحاله. یعنی شما نه به شارژری وصل کردید نه به چیزی، دارید روی پد موستون پلی میدید و همزمان اون شارژ میشه اون موس وایرلس. حالا اون پد موسای کم قیمتاش گرونه و خب یه چیز شگفت انگیز دیگه ای که این موس داره کلیدای مکانیکالش تا 50 میلیون بار میتونی استفاده کنی. یعنی شما اگر هر 3 ثانیه یه دونه کلید بزنید میشه حدوداً ساعتی 1000 و خورده ای. اصلا بگیریم روزی 10,000 تا، روزی 10,000 تا هم بگیریم حدوداً فکر میکنم 15 سال طول میکشه تا سویچ های این خراب بشه و این یه چیز واقعا باور نکردنیه. و علاوه بر اون خیلی سویچ های نرم و خیلی باحالی داره که حالا میریم بازش میکنیم و میبینیمش. ادامه این ویدیو رو با ما همراه باشید. بزن بریم لاجیتک. حالا توی جعبه این موس اگه نگاه کنیم باز شد. می‌بینیم که این موس جذاب چقدر جذاب و کوچولو و تو دست طراحی شده این موس. و خب 2 تا کلید کنارش داره که به عنوان کلیدهای کمکی هن و اون ستای معمولی. چقدر قلتکش هم نرمه، کلیدهای نرم و خوبی هم داره. و خب از جلوی دانگل شارژ داره که حالا اگه فوکوس کنه دوربین عزیزمون بابا اذیت نکن دیگه، مرسی. و این پایین هم که سنسور گیروش. این زیر چیه؟ یا بیرون میتونم خرابش کنم باز نگرده. خب آها اینجا جاییه که فکر کنم اون دانگلشو میذارن واسه یه مثلا میخوای بیرون ببریدش، این دانگل رو میذاریم اینجا. بچه آهنگ باباش هم قویه، یه از فکر کنم پین داره. و خب جدا از اون موس جذاب توی جعبه‌شم
یه دونه رابط داره دانگلشه. این رابطش رو نمیدونم چه دردی میخوره، خیلی هم تو سایت ها دنبالش گشتم. اگه کسی میدونه بهم بگه به چه دردی میخوره. اینم که احتمالا کابل شارژشه که اگه شارژ تموم کرد کابل شارژ داره، ولی خب کاش کابل شارژش هم سفید میذاشتن. نمیدونم، رنگ موسه خیلی بیشتر میاد. و خب یه دونم چه باحال این غلطک اضافه گذاشتن. اون دره رو هم یه دونه اضافه گذاشتن فیس میکنم اگه اشتباه نکنم. خب آره این یه دونه در اضافه است. اونم یه سری پده که حالا اگه اون دوستانمون کنده شدن اینا رو میزنیم. اینم که دفترچه راهنماش. هرچی از لطافت و نرمی و خاص بودن این موسه بگم کم گفتم بهتون، خیلی باحاله. و خب باید خداحافظی کنیم با این موسه لاجیتک قدیمی عزیزمون که فکر کنم 4-5 سالی دارم. این اصلا نمیمیره. تو چرا نمیمیری؟ چرا تموم نمیشی؟ و آره دیگه خلاصه به خاطر یکم سیمش اذیتم میکنم مجبور شدم این وایرلس رو بگیرم. و خب حالا بریم تستش رو تو گیم حتما واسه تون میذارم و بریم ادامه ویدیو. هدست هم مونده، هدست رو آنباکس کنیم. بچه ها همین الان این موس رو تست کردم توی CS2. خیلی خوبه، خیلی سریعه و باورتون نمیشه این موس انقدر نرم و خوبه که اصلا شما حس میکنی اون کلاشو تو دست گرفتی و واقعا دقیقا با همون سرعتی که دلت میخواد و دقیقا به همون اندازه‌ای که دلت میخواد جابجا میشه بدون ذره دیلی و واقعا اوکیه. بازم میگم تا این موس رو تو دست نداشته باشید و یه گیم باش نزنید هر چی که من میگم و نمیتونید تصور کنید. از اون چی که فکر میکنید بهتره. لایک و کامنت یادتون نره. خدافظ.